ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که مرد 37 ساله ساکن نویای دنغره که پیش با قسم دوم ماده 334 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است 21 مای سال 2024 تخمین ساعت 12 دقیقه در منزل استقامتیش واقع در جماعت دهات کورز نویای دنغره با مرد 32 و 36 ساله ساکنان همین نویه بین خود بحث و جنجال نموده. در وقت جنجال گمانبر شونده به غضب آمده با مشت بر روی مرد 32 ساله زده است. در نتیجه نامبرده به زمین افتاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته است و در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده قسم یک ماده 112 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 31 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمانبر شونده 23 فوریه سال 2024 با روی فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 3 عدد автомاشین‌های تمغه لکسوس و تایوتا را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغشان را برمیگرداند، اما نامبرده автомاشین‌های مذکور را فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده است. از ضرر رسانده شده $96,000 امریکایی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بلخی با عریضه زن 39 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 23 مای سال 2024 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 28,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا زن 40 ساله ساکن امین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر با عریضه مرد 32 ساله ساکن نویه کوشانیان مراجعت نموده است که 2 مای سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل автомاشین شخصی تمغه اوپل استرا که در نزد بازار حاج شریف شهر مذکور به نظارت گذاشته شده بود 16,800 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 26 ساله ساکن نویای دنغره که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.